مسئله دو شهروندی یعنی داشتن شهروندی دولتی دیگر موافق قانونگذاری تمام دولت ها شهروندی چنین تعریف گذاشته است. این شهروندی گفته این رابطه استواری سیاسی حقوقی بین دولت و شخص می باشد که در حقوق و عهدهداری های متقابله دولت در نزد شهروند و شهروند در نزد دولت اینی کاس یافته است. اگر تعریف رو درک کرده باشد یک دولت در نزد یک شهروند باید عهدهدار باشد، یک شهروند باید در نزد یک دولت عهدهدار باشد. در حقیقت در سال 95 یک سازشنامه دو طرفه با فدراسیون روسیه در موردی داشتن شهروندی دو جانبه به امضا رسیده است. عهدنامه میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه درباره تنظیم مسائل دو شهروندی خلالدار کردنی نیست. لیکن در تجربه تعریف فهمیدید برای چی من تعریف از دور دادم. این تجربه خود فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، دیگر دولت ها که در خدمت دولتی مخصوصا در خدمت دولتی شهروندی همون دولت طلب کرده میشد. ما تجربه دیگر دولت ها را آموختیم و همین گونه تغییر الگوها ها با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده شد. در خود دولت های دیگر نیز با داشتن دو شهروندی به خدمت دولتی قبول کرده نمیشود. مسئله شماره ها ما دو مرتبه مانیتورینگی حالتی داشتن شهروندی دولت دیگر رو گذرانیدیم. مرتبه یکم سال 2014 و مرتبه دیوم سال 2016. این پیش از تغییر الگوهای کانستیتوسیا بود و پیش از وارد شدن این معیار در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان. در سال 2014 21 نفر معین کرده بودیم که شهروندی، یعنی در دایره خدمت دولتی شهروندی من گپ میزنم، شماره هایی که من گپ زدم و از همین 21 نفر در دوام سال 14 15 وقتی که مرتبه دیگر ما 16 مانیتورینگ برگزار نمودیم، حداقل 18 نفر در مقامات دولتی کار نمیکردند. یگان کس و یگان کس فشار نآورده است، یگان کس برای از خدمت دولتی آزاد شدن سپارش نگرفته است. و سال دوم ما مرتبه دوم سال 2016 پیش از تغییر الگوهای کانستیتوسیا در همان دوره در یک وقت مانیتورینگ گذراندیم که باز 20 نفر خدمتچی دولتی شهروندی معین کردیم که با داشتن دو شهروندی فعالیت میکنند. قسم زیادی همین 20 نفر هم با خواهش خود، حاضر من رقم های انیق، شماره های انیق ندارم، لیکن سخن اطرافی همین 20 نفر میروند. بعدی که این مسئله رسانه‌ای شد، ما باز مانیتورینگ نوبتی رو اعلام کردیم که تا حاضر نتیجه آن جنبست نشده است. وقتی که نتیجه جنبست شد از تمام مقامات دولتی وابسته به آن حالتهایی که در مطبوعات نشر میشود که این یا آن خدمتچی دولتی رو مجبور کردن که از خدمت دولتی دست کشد، برگزار نمودیم مانیتورینگ رو که نتیجه آن ممکن در نشست مطبوعاتی نیمبرده اعلام کرده میشن. و باز درباره یک حجت دیگر من گپ زدنی هستم که توصیه های اگنتی خدمت دولتی وابسته به همین مسئله نشد و با دیگر مقامات برای استفاده خدمتی پیشنهاد کرده شد که در آن مسئله هایی که مجبوران از خدمت دولتی آزاد کردن شخصانی که دو شهروندی دارند، شهروندی دولتی دیگر دارند، استثنا کرده شده است.
در آنجا امکانیت داشته است که دیگر نفرانی که شهروندی دولت دیگر دارند یکی از شهروندی رو انتخاب کنند و هنگام انتخاب کردن ممکن است که اونها در خدمت دولتی باقی مانند.